خب همونطوری که توی اون ویدیوهای قبلی من داشتم برای شما توضیح میدادم، توی این دنیا، این جهانی که ما زندگی میکنیم، نیروی جاذبه خیلی حرف اول رو میزنه. چرا کره زمین که کرویه مثلا جاذبهش، نیروی جاذبهش خیلی ممکنه بیشتر از کرات دیگه ای باشه که حتی از لحاظ حجم خیلی حجمشون بیشتر از کره زمین باشه.